اگرچه لباس پوشیده نمیفورد، عصبت ویران عصبت خراب کرده ولش کن، پرتوش، قیمتش هر چند کی باشه. اگر امروز کمی شرمندگی در سامانه‌های اجتماعی نسبت یک زن. مردها نیز غیبت همان زن را دارند. ای مردها، شما به کجا نظر دارید؟ شما به کجا نگاه دارید؟ همان چشم خود را کمی باز کنید. آخر شما مرد هستید. السلام علیکم برادران عزیز، خواهران مهربان و اینچنین تماشاگران شبکه کاروان عمر. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، از شما احترام و نخواهش نوار را با دقت تا آخر خوب تماشا کنید. این نوار مربوط همان مردهایی می شود که امروز یک زن در سامانه‌های اجتماعی خصوصا در اینستاگرام مدینه نام دارد. انا همین زن. نسبت همین زن بسیار تحقیر و بسیار کارها و بسیار گپ‌های قبیح. آخر این زن است. وقتی که این زن است شما هم زن می شوید. من مدینه را نمیشناسم. یگان خویش و تبار من نیست، اولادی من نیست. من همچون استفاده برنده ای سامانه‌های اجتماعی در یوتیوب هستم و در دیگر سامانه‌های اجتماعی. خواستم فکری خود را نسبت علی همان مردهایی که تنها غیبت و چیبت میکنید عیب است به خدا. بله، رستم اشرف یک برنامه ساخت. در آن برنامه یک مرد را آوردن، گفتن شوهرش میباشد، با دو کودک را آوردن، فلان پسران. رستم اشرف به اینها یک مبلغ داد تا که همان نوار خود را کم تماشابینش را زیاد کند. انا همین قدر گپ بود و خلاص. این مرد خودش میگه که من شوهر مدینه نیستم و امروز باشد همه ای مردها خصوصا در سامانه‌های اجتماعی استفاده برندگان، هر کسانی که کانال دارند، تحقیر عیب نیست. به خدا که عیب است. آخر او زن است. عقل و فهمش و تفکرش خیلی کم است. این سامانه‌های اجتماعی، اینترنت به خاطر یک نوار را پاپولار نشدند یا که نوار را تماشابینان تماشا کنند، امروز به حیا شدند، به ناموس شدند، وجدان خود را فروختند. به خاطر چی؟ به خاطر کم تماشابینش زیاد شود یا که آبونشونش زیاد شود. تنها همین است. وقتی که شما میخواهید از اینترنت پول کار کنید، اگر نوار شما غیر اخلاقی باشد، به خدا قسم اون مبلغ کار کرده شما حرام است. وقتی اون منفعت به مردم نباشد، او پولی که شما از او کار میکنید حرام است. زیرا خداوند میگوید که حق الناس، یعنی که حق مردم را هم فکر کنید. وقتی که از نوار شما من حلاوت نبرم، برعکس بگم که این احوال رو بین، هی خدا تو را زند، چی میشود عاقبت؟ مردها، نوار مربوط شما مردها هست. او زن است، به عقل است. عقلش کوتاه هست، فهمش و تفکرش. چرا خداوند شما مردها را مستحکم قوی آفرید؟ زیرا بین زن و مرد باید فرق باشد. باز میگویم که مدینه را نمیشناسم. حتی تنها یک نوارش را از اینترنت گرفتم به خاطر همین ثبت نواری خود. تنها دیگر چیزی نبود. حتی آبونه نیستم. این آبونه نمیشوم، تماشا نمیکنم. چی در کار یک نامحرم را وقتی من تماشا میکنم به خود گناه میگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرچی که باعث عصب ویران کنید میشوه، گفتی مردم ایران که ولش کن. اگرچه لباس پوشیده نمیفورد، عصبت ویران عصبت خراب کرده ولش کن، پرتوش، قیمتش هر چند کی باشه. اگرچه خیشت که دت معقول نیست، گپت میکنه، گپچت میکنه، ای قفاد میزنه، نره خونش، به اون نمیمری. ای گشنگی کسی نمرده. گفتی مردم غرم که ها ششکی مردم شرینه، باید بریم بخریم. یکی نخرش، تلخی خونه خطا بخره، محتاج خیش تواری. اینه میروزه به مهر خطا نکه. اگرچه دوست داشته تا جای اومد رسید که دل تزد، دل تگریف،
با منش بروا. همه آزاد ماندن یک نفر امتحانی بدی برای او. اگر که دوست بود را سخت‌ترین از او براش همیه که خویش میتی به حال خودش میگذارید. اگر چی دگانت جورت خشت تبارت هر چی که باعث اثر ویران کنید میشه و ایمه تجربه دار یک نصیحت آزادش بگذار.